به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، اینک در سراسر جهان روند واکسینه کردن اهالی آغاز شد و کشورها یکی پس دیگر شروع کردن به خریداری کردن و عملی کردن جریان واکسیناسیا برای نهایتاً رهیدن از کرونا ویروس که متاسفانه در یک سال اخیر تمام جهان را فرا گرفت و میلیون ها جان را در بود. و رسا یک سال قبل در همین شب و روزها یا شاید در اولهای ماه مارس وقتی که جهان را کرونا ویروس فرا گرفت و تاجیکستان ما خاموش بود، رهبریت کشور به رقص و بازی و به مراسم و جشن‌ها مشغول بود. پیمان ملی تاجیکستان از آن جمله خودی من هم در یک سخنرانی بانگ خطر زدیم و گفتیم که این رفتار مقامات تاجیکستان میتواند عاقبت‌های خیلی بد داشته باشد برای کشور، برای سلامتی مردم، برای اقتصادیات و بلافاصله باید حکومت تاجیکستان چاره‌های لازمی را بیاندیشد. اما واکنش اول حکومت این بود که در تاجیکستان کرونا ویروس نیست، این یک دروغ اپوزیسیا هست، خائنان ملت و دشمنان و رسانه‌ها و حزب و گروه‌ها میخواهند تاجیکستان را بضابطه کنند و تا یک ماه یک و نیم ماه دیگر پافشاری کردند، دروغ گفتند. ولی نهایتاً وقتی که جامعه جهانی فشار آورد، سفارت‌ها و رسانه‌ها مجبور شدند که اعتراف کنند. و همزمان بعد از اعتراف حکومت ما یک پاکت پیشنهادها را از طرف پیمان ملی ارائه کردیم که قسمی از آنها را حکومت شروع کرد به عملی کردن، البته بدون آنکه اعتراف کند که این پیشنهاد از نام کی شده بود، و قسم دیگر را به فراموشی سپرد و تا امروز تاجیکستان میتوان گفت که هیچ برنامه مشخصی برای مبارزه با کرونا ویروس در اختیار نداشت. اما حالا گذشت، هرچی بود نبود و البته اون آماری که ما در دست داریم که همگی 90 نفر از کرونا ویروس درگذشت و همگی 13,000 مبتلا شدن، یک آمار بسیار دروغ است، چون امکان ندارد که در یک کشور 9 میلیونه با اون همه شرایط بد طبی و بدون آنکه در تاجیکستان کرانتین اعلان شود و تقریبا مثل کشورهای اروپایی مثل دیگر جاها مغازه ها زیاد بسته نشدند. تا امروز یک سال می شود هنوزم در اروپا مغازه ها بستند، رستوران ها، مکتب ها و با وجود آن هم آمار فوتیدگان خیلی بالا هست، اگرچه طب مدیسین در این کشورها خودتون میدونید که خیلی پیشرفته است. اما تاجیکستان که همه چیز عقب مانده هست، بازم میگن که 90 نفر از کرونا ویروس درگذشت و البته ما دعاگوییم که شماره هر چقدر کمتر باشد، اما واقعیت متاسفانه چیز دیگر است. حتی یک کارمند وزارت فرهنگ اعلام کرد که تنها از نفران معروف کشور که اونها را می شود گفت الیت یا نخبگان فکری، سیاسی و فرهنگی تاجیکستان، 25 نفر در کرونا ویروس گذشتند. اگر فقط یک وزارت فرهنگ افراد سرشناسش 25 نفر از شاعران، نویسندگان و هنرمندان گذشته باشد، این مردم عادی هزارها و ده ها هزار مردمی که بیمار شدن در قشلاق‌ها، در دهه‌ها، در اصلا آدم‌ها که کسی آنها را نمیشناسد و این شماره‌اش چقدر است خداوند خودش فقط میداند. اما حکومت تاجیکستان متاسفانه از اول با دروغ رفتار کرد و تا به آخر در مسئله کرونا ویروس با همین دروغ باقی ماند. اما موضوع صحبت من امروز اصلا خود کرونا ویروس نیست. موضوع صحبت ما این است که خیلی خوب حکومت هر کاری کرد نکرد، الان که واکسیناسیا شروع شده است در سراسر دنیا و اینجا هم البته در اروپا مردم را واکسینه کرده ایستادند و من رفتم سراغ خبرها و خواستم یک مقایسه کنم که خب در جهان وقتی که حکومت ها شروع کردن به خریدن واکسین، ذخیره کردن و آغاز عملیات واکسینه کنی، یک بار گفتم سر بزنیم به رسانه ها، به شبکه ها که در تاجیکستان حکومت تاجیکستان چقدر واکسینه خرید، چند پول جدا کرد، از کی واکسینه کردن مردم شروع می شود و اصلا حکومت در این مسئله چی برنامه ها دارد. و خیلی تعجب آور بود وقتی که من می رفتم گوگل یا هر یک جای دیگر رو جستجو می کردم، در وقتی نام هر کشور رو می زنی، حتی در کشورهای آسیای مرکزی در منطقه پسا شوروی هم در آنجا میبرد معلومات که مثلا روسیه به این مقدار واکسینه خرید یا پول جدا کرد برای خریدن واکسینه سپوتنیک مثلا از استحصال داخلیش، قزاقستان چند میلیون دلار، حتی ازبکستان 300 میلیون دلار جدا کرد برای
خریدن واکسینا و تمام دنیا کشورهای افریقایی و همه خریده ایستادن. و وقتی که گوگل را زدیم که تاجیکستان از بودجه امامعلی رحمانوف همچون پرزیدنت و رئیس حکومت برای خریدن واکسینا و واکسیناسیا کردن اهالی چند پول جدا کرده است، در سرخط خبرها فقط میبراید اگر به زبان تاجیکی بزنید تاجیکستان از سازمان ملل طلبید، درخواست کرد، خواهش کرد، از بانک جهانی مبلغ خواست، از سازمان های بین المللی دیگر واکسین درخواست کرده ایستاده است، طلبیده ایستاده است و هیچ جا پیدا نکردم یگان خبر یگان سیلک پیدا نکردم، چی به زبان تاجیکی، چی به انگلیسی و چی به روسی، که تا همین روز این روز که من صحبت کرده ایستادم حکومت جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چند سامانی یا چند دلار برای خریدن واکسینه جدا کرده باشند. ببینید وظیفه یک دولت پیشرفته، یک دولت آباد و اصلا یک دولت مسئولیت شناس در این گونه مناسبت ها چی هست؟ ما زیاد میشنویم، زیاد میبینیم از شخصیت ها، از طرفداران رحمانوف، بخصوص از مبلغان چه کسبی و چه غیر کسبیشون که تاجیکستان یک دولت پیشرفته آباد دارد، حکومت کار کرده ایستاده است. ولی سوال اساسی این است که اگر تاجیکستان واقعا یک حکومت پیشرفته دارد، یک کشور آباد هست، پس چرا برای سلامتی مردمش، برای مبارزه با کرونا ویروس و برای واکسیناسیا کردن اهالی که مبلغ میسپارن، انداز میسپارن، گمرک میسپارن و این دولت را آباد کرده ایستادن، از بودجه کشور مبلغ جدا نمی شود؟ چرا حکومت تاجیکستان فقط منتظر میماند که میطلبد، گداگی میکند که کدام سازمان، کدام کشور با آنها یک خیریه جدا کنند؟ وقتی که کشورهای اهالی خود را سراسر واکسیناسیا کردند، بعد یک مقدار از باقی مانده ها یا شاید کی میداند باید سنجید که صفت اون واکسینایی که به طریق خیریه میفرستند چگونه هست، این رو باید متخصصان بسنجند. اما البته در چندین کشورهای قبول کننده دوزهای خیریه واکسینه البته اعتراض کردند که ما برای شما یعنی مشهای تجربوی نیستیم که بالای ما اکسپریمنت بگذرانید، چون معلوم شد که نه همه آن واکسینه هایی که از طریق همچون کمکی به بازداشت به بازگشت داده می شود اینها به استانداردهای جهانی جوابگو هستند. تا امروز فقط معلوماتی که من دریافت کردم، برای مثال بانک جهانی البته 8.5 میلیون دلار جدا کرد، آلمان چند میلیون یورو جدا کرد و سازمان ملل جدا کرده ایستاده از پول. اما در یگان جا نخوندم که امامعلی رحمان همچون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که هم بودجه دولت در اختیارش است، هم یک بودجه خاص دارد، چند درصد بودجه ملت هر سال برای پرزیدنت همچون فوند ذخیروی پرزیدنت جدا می شود. از اون مبلغ برای خریدن واکسینه و واکسینه استاندارد جهانی با صفت خوب و واکسیناسیا کردن اهالی چند پول جدا کرد؟ تا امروز یگان خبر در دست ما نیست و ما باید این رو جامعه طلب کند، بپرسد که چند پول جدا کردید و پولها کجا میشوند. شاید بعضی از دوستان کارشناسان بگویند که تاجیکستان دولت کمبغل است، قشاق است و این گونه امکانیت ندارد مثلا آلمان، مثل امریکا و حتی مثل قزاقستان و ازبکستان که البته از بودجه های کشورشان مبلغ جدا کردند، مثل اینها خریداری کند. من با کمال مسئولیت میگم که در تاجیکستان پول هست، امکانیت هست و اون مقدار مبلغ موجود هست که حکومت بخصوص پرزیدنت تاجیکستان که خود را حالا از پیشوا شروع کرده تا نمیدانم نجات سیاره و تا کمک رسانی همه اهالی جهان نشان میدهد و گویا که پیام های او را ترامپ و بایدن و پوتین همه میخوانده باشند. حالا ضرورت ندارد که تمام جهان را نجات بدهد، این پیشوایی که شما معرفی میکنید. او وظیفه کنستیتوسیونی خود را انجام بدهد، ملت تاجیک را نجات بدهد، از مبلغ خودی تاجیکان یا تاجیکستانی ها، از بودجه کشور همون مبلغایی که در اختیارش هست اون را جدا کند برای همین روز و مردم را واکسین های خوش‌صفت بخرد و مردم را واکسیناسیا کند. اما کسانی که میگن مبلغ نیست، من میگم مبلغ هست. چرا؟ امکان ندارد یک کشوری که پرزیدنتش برای واکسینه مردمش گداگی میکند، میطلبد، منتظر میماند که کی تمام دنیا واکسینه را تمام کنند، بعد بازمانده هاش را به تاجیکستان بفرستند، الکی 700,000 دوز
سازمان‌های خیریه دنیا برای تاجیکستان جدا کردن، چون میدونن که حکومت تاجیکستان احتمال دارد یگان تین مبلغ هم جدا نکند. اما رحمانوف این مبلغ‌ها را به کجا خرج میکند؟ به عیش و عشرت، به مراسم‌هایی که خودش تنها در اونجا میرقصد و بازی میکند. حالا نمیدونم این سال نوروز و دیگر مراسم‌های سرخراجات رو برگزار میکنند یا نه. من میترسم که همین اعلان کردن اون که در تاجیکستان کرونا ویروس تمام شد و ما غالب آمدیم، این آماده کردن اهالی و آماده کردن کشور برای برگزاری اون مراسم است. مثل که یک سال به رقص و بازی و این جشنها و کفکوبی من یک کمی شاید که ناراحت شد یا زیق شده است و میخواد که از نو باز زمینه رو آماده کند. ولی خدا کند که همین طور باشد، اما امکان ندارد. من فکر میکنم یک دروغ نوبتی است که میگه در تاجیکستان کرونا ویروس رو کاملا از بین بردیم و در صورتی که کشورهای پیشرفته با این همه قدرت و توانمندی هنوز هم میگویند که در اونها کرونا ویروس وجود دارد. اما امام علی رحمان ببینید که این مبلغ ها را در کجا خرج میکنند. من وقتی که میدیدم خبرها را، تصادفاً چشمم به خبرهای تازه افتاد که فقط همین سال 4 میلیون تیولپن سفارش دادن، خریداری میکنن اون درختش را یا اون نهال را که بعد در دوشنبه بشینونن، برای دوشنبه را از تیولپن و از گل لاله پر کردن. سال گذشته 5 میلیون تیولپنی گلندی آورده بودن. من وقتی که رفتم نگاه کردم که یک تیولپن چقدر ارزش دارد. باور کنید یک همون خلطچه خورده که تخم تولپن هست، نمیدونم در دوشنبه اون رو چگونه بعد پرورش میکنن، در خود همین امستردام بین 6 تا 7 یورو هست. حالا شما اینا به دوشنبه نبرید، آب ندهید، مهنت صرف نشود، مزد مهنت صرف نشود، انتقال و پرورش کردن اون به حساب برای اینم مبلغ صرف میشود. فقط شما در امستردام از حالا بیاید به شکل یک لخت اگر خریداری کنید. اکنون شما تصور کنید که این 5 میلیون سال گذشته، 4 میلیون امسال، اینها چقدر مبلغند، چقدر پول هستند و اینها چقدر دوام میکنند. سال گذشته وقتی که تولپنها را شناندند و امام علی رحمان رفت سلفی گرفت در نزد آنها خودش تنها، برف آمد زد همه آنها را نابود کرد و میلیون ها دلار بودجه تاجیکستان که باید برای مکتب صرف میشد، برای تندرستی صرف میشد، باید که معاش معلمان میبود، معاش دکترها میبود، نفقه میبود، باید که از پول آن واکسین میخریدن، از پول ملت، اینها خرجی سیر و گشت یک روزه، یک هفتهینه رحمانوف و مهمانای رحمانوف میشود. بعد میاد میگن که ما پول نداریم، در بودجه ما پول نیست، تاجیکستان کشوری کم بضاعت و فقیر است، دست گدایی دراز میکنند به آلمان و امریکا و شویتزاریا و کشورهای دنیا، به سازمان ملل، به ما پسمانده ها و باقی مانده های واکسین خود را بفرستید که ما مردممون را واکسینه میکنیم. من اگر والا با میترسم که همین واکسینی که به پول از سازمان های خارجی میگیرند باز مردم را پولکی باز واکسینه نکنند. و بنابر همین من با تمام مسئولیت میگم که در تاجیکستان پول هست، مبلغ هست. اگر یک حکومت، اگر یک پرزیدنتی مسئولیت شناس می بود، مطمئن باشد که برای تندرستی مردم، برای معاش دکتران، برای واکسین خریدن، برای معاش معلم و کارمندان حکومتی را که رشوه نگیرن از اهالی تاجیکستان، برای بهتر کردن سطح زندگی مبلغ پیدا می شود. اما چیکار کنیم که تمام بایگری و بودجه دولت در دست یک دیده از افراد افتیده است که اینها تمام بایگری را صرف معیشت و خوشگذرانی و در جیب خود زدن مبلغ ها میکنند. من چرا تحلیل کردم که برای چی حکومت تاجیکستان با جای اینکه مبلغ ها را به تندرستی صرف کند، با معالی صرف کند، فقط قصر میسازد، بنا میسازد، گل میخرد، درخت میشناند، درختایی که بعد آب دادن نمیتونن، اونا خشک میشن، مثل همون کشتن های بلگیه که با مبلغ هزارها دلار یک تنه درخت رو آوردن در شهر دوشنبه همش خشک شد. این گپی من نیست، این معلوماتی که در رسانه‌های خبری دوشنبه نشر شد. فکر میکنم در اینجا چون اینها درک میکنن که اگر اینها با این پول زواد بسازن، کارخانه بسازن، در اینجا مردم میان کار میکنن، مردم جای کار پیدا میکنن، معاش میگیرن و فایدهش با مردم میشود. و از همه مهمش
مردم جوان تاجیک به خارج دیگر سفر نمیکند، در داخل کشور میموند. در داخل کشور که مون این دیگر آوازدهنده است، انتخاب کننده است، این میتواند اعضای این یا آن حزب سیاسی شود، میتواند اعتراض کند. اما اگر در داخل کشور جای کار نباشد، زواد نیست، فابریکه نیست، جوانان همه میروند به روسیه، در داخل میموند پیرزن و پیرمرد و کودکان. اینها نه اعتراض میکنند، اینها فقط دعاگو هستند و اینها فقط مکتبچه هستند. جوانان در خارج دور از کشور، از این طرف اینها میایند با این پول درخت میخرند و گل میخرند از خارج یا قصرها میسازند، شرکت های ساختمانی از خودشون، شرکت هایی که از خارج گل تولپن میارد از خودشون، شرکت هایی که مواد ساختمانی میارد برای این قصرها از خودشون. و اینا پول را چند مراتبه برای که یک گل آورده شود، یک درخت، چند مراتبه پول بودجه را چرخ میدین، میگردانند، درآمد را میگیرند. اگر یک هفته بعد که این تولپن باز از بین رفت و خشک شد و برف زد و اصلا خود تولپن های گلندی بین 25 تا 28 روز داشت دارند، حالا هیچ حادثه نشود، یعنی شما را شیناندید و شکفت، اینا عمرش 1 ماه است حد اکثرش. خب آیا برای یک کشور قشاق که مردمش معاش ندارد، جای کار ندارد، آیا میزبد که هر سال 5 میلیون 6 میلیون تولپن گلندی رو از خارج شما زکات کنید، مصرفای هنگفت کنید، بیارید برای چند ماه خوشگذرانی خودتان، بعد چند نفر بلاگر و توریست و عکاس و ویدیو بردار بیارن، دوشنبه را نوار بگیرن، بگن ببینید دوشنبه تاجیکستان چقدر کشوری آباد و پیشرفته است، فقط برای به چشم مردم، برای به چشم خارجی ها خاک پاشیدن. اما وقتی میگید خب اگر که تاجیکستان اینقدر آباد است، اینقدر پیشرفته است، اینقدر گل و گلشکفان است، چرا شما از خارجی ها واکسین میطلبید؟ چرا از خارجی ها کمک خیریه میطلبید؟ چرا مردمتون در خارج کار میکنند؟ چرا میلیون ها مهاجر دارید؟ چرا این همه مشکلی ها، این همه عقب ماندگی ها؟ پس معلوم میشود که در تاجیکستان مبلغ زیاد هم نباشد هست، اما اون نادرست صرف می شود. و وظیفه ما و شما همدیگران عزیز از این صحبت ها چی است؟ این نیست که من یگان خبری تازه رو برای شما گفته باشم یا آن چیزا رو گفته باشم که شما نمیدانستید. شما این رو هر سال با چشم خودتون میبینید، همین گلها رو میبینید، همین خراجات ها رو میبینید، همین رقص و بازی رحمانوف رو میبینید و همین گداگی رحمانوف رو از نام ملت میبینید که بعدا این همه قرضها بردوش یکایک ما و شما میافتد. فرزند تاجیک امروز تولد میشود، این طبق آمار خود حکومت الکی یک طفل نوزاد بعد تولد شدنش از خارجی ها $360 قرض دار است. یعنی این طفل تولد شد، نه قرض گرفته است، نه کار کرده است، نه چیزی خورده است، الکی قرض دار است. برای چی؟ برای اینکه رحمانوف قرض میگیرد، خوشگذرانی میکند، قصر میسازد، گل تولپن میخرد و ما و شما مردم بالاخره باید یک روز این قرض ها را بدیم. اگر قرض را داده نتونستیم، در عوضش مثل که الکی کانهای فایده‌ناک تاجیکستان را گرفتن، تریتوری را میگیرن، در عوضش بایگری تاجیکستان را میگیرن. اما رحمانوف امروز با این قرض ها دارد زندگی خود را پیش میبرد و نیم مبلغ را برده است در خارج ذخیره میکند. پس وظیفه ما این گفتن و شنیدن این حرفا نیست دوستان عزیز، وظیفه ما طلب کردن است. الان وقتی که من این مسئله را امروز اعلام کردم که رحمانوف برای خریدن واکسن از بودجه تاجیکستان از فوند ذخیروی خودش همچون رهبری حکومت چند پول جدا کرد، من درباره طلبیدن و گداگیش کار ندارم. هفته آینده ببینیم زیر نظارت بریم که چند پول جدا کرد، چقدر خرید و اون رو کی نظارت کرده ایستاده است، در کجا واکسیناسیون کردن. مردم باید طلب کند. اگر بگید که نه پول نداریم در بودجه، ما باید قاطعانه طلب کنیم که تا روزی که خودت گداگی را بس نمیکنی حق نداری با این خوشگذرانی و رقص و بازیت و با این خرج کردن پول ملت در جایی که اصلا لازم نیست. ملت که بای شد خودش در حولیش گل میشوند، ملت که بای شد بودجه دولت معلوم شد که ما دیگر نطلبیدیم، گداگی نکردیم. بله زل استروی هست در شهر دوشنبه از امکانات خودشون، نه اینکه از خارج بخرند. در تاجیکستان همون قدر نوع گل و لاله و صدبرگ و درختای خوبی هست که میتوان با یک نرخ ارزان با استفاده از متخصصین ساحه خواجگی قشلاق و گلپروری بدون خریدن از خارج اینها را با نرخ ارزان تمام کرد. اما باز تکرار میکنم این فقط به خاطر به جیب انداختن مبلغ از حساب خریداری کردن، ترانسپورت، اون را یا کارکار کردن. شما اگر ببینید یک تولپنی که در دوشنبه میشنونن از روز اول سفارش دادن در امستردام
تا روزی که اون خشک می شود برای اون چند دلار صرف می شود، برای همگی 20 روز یا 25 روز. از این 80% این مبلغ را که بیا برای تولپن صرف کردن، 80%ش در جیب منصبداران، بخصوص اون شرکت های نزدیک خانواده که این بیزنس تجارت در اختیارشان است، در جیب آنها جا میشد. بنابراین وظیفه ما و شما تنها گفتن نیست بلکه طلب کردن است. ما منتظر میمونیم که حکومت تاجیکستان چی جواب میگه. اگر که جواب نشد شاید بعد یک ماه یا یک مدت دیگر باز گزارش های دیگر را خواهیم کرد که چگونه مناسبت رحمانوف و حکومت به مردم و به ملتش در چنین روزهای تقدیرساز هست و میماند. خداوند نگهبانتان باشد تا صحبت های بعدی.